رگولیشن هایی که ما در کانادا داشتیم، اگه یادتون باشه اون 400 رو که گفتم، مشتری و نیروی کار و بیزنس و در واقع اون حقوق عامه و عمومی، اینا میاد توی مجموعه، حالا تو زیر مجموعه ها در واقع تو این سطوح دسته‌بندی میشه. در مورد نیروی کار ما دو دسته کلان اطلاعات داریم، دو تا کاتگوری بزرگ اطلاعات داریم. یکی در مورد استاندارد کار، بازار کار، Employee Standard Act، که ما یه سطح فدرال داریم، بعد در سطح استانی همه اینا دیتیل شده و با جزئیات بیان شده. توجه داشته باشیم که در مورد بحث نیروی کار شما باید لازمه که با مقررات استان آشنا بشید. اون بخشی که مربوط به فدرال بوده اومده سرریز کرده و در اطلاعات قوانین مربوط به اکت اون استان خودش رو نشون داده، که حالا من فقط همین یه مورد و امروز یه کمی بهش میپردازم چون خیلی مهمه. بقیه رو فقط اشاره بهش میکنم و اون منابع رو اشاره میکنم که برید. پس بعد در مورد نیروی کار ما یه بحث استاندارد داریم، یعنی Employee Standard Act داریم، و یه بحث WSIB که در مورد بحث Health and Safety و اگه حادثه‌ای برای نیروی کار پیش بیاد چجوری باید باهاش دیل کرد، کی بهش پرداخت میکنه تو مدتی که نیست و نظایر اونها. این دو تا بحث در مورد اصلی در مورد نیروی کاره. حالا بحث‌های دیگه‌ای هم هست. مثلا من یه وبیناری داشتم در مورد Human Rights، ما اونجا داریم بحث اکسسیبیلیتی، ما داریم به نیروی کار، یعنی بحث‌های زیاد دیگه‌ای هم هست که به نیروی کار مربوط میشه، ولی اونا معمولاً بحث‌های فراگیرتریه که یه بخش نیروی کارم داره. مثلا شما بحث هیومن رایتس مطرح میشه، تو بحث هیومن رایتس خب شما وقتی میگین مثلا در استان فلان این 20 کاتگوری نباید هیچ کس به خاطر این 20 کاتگوری مورد اجحاف قرار بگیره، اون وقت تو قانون کارش این میاد میشه که مثلا من کارفرما حق ندارم بر اساس یکی از این 20 کاتگوری کسی رو استخدام کنم، مثلا بر اساس جنسش، بر اساس سنش، بر اساس اوریجینش، بر اساس رنگ پوستش و مذهبش و خب اینا میشه میاد در واقع سرریز میکنه تو بحث باز نیروی کار. یعنی وقتی من میگم این دو تا نیروی این بحث رو داریم، اینا خاص نیروی کاره، ولی ما مقررات دیگه‌ای داریم که به بحث نیروی کار مربوط میشه. و اگه شما میخواید یه بیزنسی راه بندازید در یه استانی که میخواید نیرو استخدام کنید، حتما باید با این موارد آشنا بشید و اونا رو اعمال بکنید. برای همین اینکه من حالا بارها تو این وبینارام اشاره کردم، مثلا فرد میاد توی فیسبوک اطلاعیه میزنه برای نمیدونم رستوران خودم به یه خانم جوان زیبا احتیاج داره، همین کاملا معلومه که اون مقررات مربوط به استخدام رو اصلا نمیدونه و نمیشناسه. بحث بعدی بحث کالا و خدماته که اینا برای کی هست؟ اینا برای بحث هم پروتکشن مشتریه، هم پروتکشن در واقع عمومیه. مثلا همین بحث اکسسیبیلیتی که گفتیم در مورد کالا و خدمات، حالا این مثلا در استانی مثل اونتاریو ما تا سال 2025 دیگه زمان اتمام در واقع اجرای قانونه، یعنی فکر کنم نزدیک خاطرم نیست 10 سال یا 15 سال فرصت دادن به بیزنس ها که این بحث اکسسیبیلیتی رو در واقع رعایت بکنن و سال 2025 سال پایانشه که اون وقت میان سراغ هر کدوم از اون بیزنس ها. مثلا اگه شما فرض کنید یه رستورانی دارین، چقدر برای فردی که ویلچر داره اکسسیبل، میتونه بیاد خدمات رو بگیره، فاصله میزای درسته یا نه، بیرون رمپ داره یا نه و نظر اینها، یا اگه یه وبسایت دارین چقدر این وبسایتتون اکسسیبله. لیبلینگ از مواردیه که مثلا کالا و خدمات اینجا وقتی دارید عرضه می‌کنید که حتما دو زبانه باشه، اطلاعات توش دقیق باشه. مثلا تو همین بحث دارو و موارد اینه، اگه شما فرض کنید داروهای گیاهی عرضه می‌کنید، همه اون دیتیل‌ها باید بیاد، جزئیات، حالا اینا هر کدوم رگولیشن‌های خاص خودش رو داره که باید حتما برید ببینید. ولی باز خب من اینا دیدم متاسفانه گاهی موقع‌ها که فرض کنید در مورد لیبلینگ مثلا فقط یه زبان توش رفته، زبان اعمال نشده. یا حالا متریک که ما معمولا مشکل نداریم، ولی خب خیلی از بیزنس‌های قدیمی‌تر کانادا سر این مشکل داشتن که تغییر واحد از امپریال به متریک بود، از اینچ و فوت و اینا به سانتی متر و میلی متر و وزن تو وزن مثلا کیلو و اینا. خب اینا مواردی که همه رگولیتد شده و باید انجام بشه. تو بحث تبلیغات ما یه بحث رگولیشن تو سطح فدرال داریم که تبلیغات شما باید صحیح باشه، گمراه کننده نباشه، تعهداتی که نمیتونید انجام بدید. باز این مدلیه که در ایران بسیار بسیار مرسومه، در حالا شاید در خارج از ایران در خیلی از کشورها مرسومه، در خاورمیانه مخصوصا، که اطلاعاتی بدن که کاملا گمراه کننده است. آقا این بیزنس من بهترینه در کاناداست، این بیزنس من بهترین مدل فلانه در اینا، نمیدونم نمبر 1 شده توسط مثلا یه جایی که هیچ اسم رسمی نداره. اینا همه خلاف در واقع موارد رگولیتد تو بحث مارکتینگ. در سطح استانی ما عمدتاً با لایسنس ها، شما هر جا قرار باشه لایسنس در واقع
دریافت بکنید برای اون بیزنستون، معمولا این لایسنس ها یا استانیه یا شهری که لایسنس های اصلی همه استانی هستند. مثلا لایسنس هایی که رگ و ریشه فدرال دارن، چون یادم باشه تو این مقوله باز به بحث فدرال مربوط میشه، خیلی وقتا اونا سرریز میکنن تو وقتی شما میخواید برید بگیرید اون لایسنس و میخواید اعمالش بکنید در سطح استانی اکتیو عمل میشه، که من حالا باز الان مثالش رو توی چند لحظه دیگه با این مثال ملموس‌تر میکنم. در سطح شهری هم ما با لایسنس و پرمیت برخورداریم، یعنی هم نیاز داریم که تو بعضی از موارد لایسنس بگیریم، تو بعضی از موارد پرمیت بگیریم. مثلا شما فرض کنید یه فروشگاهی دارید، میخواید یه رستوران دارید، میخواید توش الکل سرو کنید، خب اونجا باید برید لایسنس بگیرید. ولی برای همون فروشگاه بس برای اینکه از نظر بهداشتی افرادی که دارن کار میکنن چجوری هست، ساینجی که اونجا میزنید مثلا بیرون میزنید چجوری، اگر توی پلازای هست ساینج اونجا توی پلازا زدید، اینا مقرراتش مربوط به پرمیته، باید براش پرمیت تقاضا بدید. مثلا شما میخواید برید برای تو خونه های مردم رینوویشن انجام بدید، به عنوان جنرال کانترکتور شما هیچ لایسنسی لازم نیست بگیرید. یعنی جنرال کانترکتور یک شغل رگولیتد نیست، در اونتاریو دارم خدمتتون عرض میکنم، جای دیگه بحثش حالا جداست، ولی تا اونجا که میدونم جای دیگه هم تحت این عنوان اگه شما به عنوان اینتریور دیزاینر بخواید برید و اینا اون قواعدش فرق کنه، ولی به عنوان جنرال کانترکتور بخواید برید شما لایسنس لزومی نداره براتون. ولی نیروهایی که میخواید بیارید توی اون، مثلا شما به خاطر این رینوویشن برقکار باید بیارید، نمیدونم نجار باید بیارید، لوله‌کش باید بیارید، اینا همه مشاغل رگولیتده و این افرادی که دارید استخدام میکنید برای کارتون اینا همه باید لایسنس داشته باشید. پس این میشه تفاوت بین لایسنس و در واقع اینکه چه کاری لایسنس میخواد چه کاری لایسنس نمیخواد. حالا شما به عنوان جنرال کانترکتور باید حتما لیابیلیتی یا در واقع مدل اینشورنس بگیرید برای اینکه کارتون رو پروتکت کنه اگه رفتی توی خونه یه حادثه اتفاق افتاد. اینا بسته به هزینه در واقع اون جایی که میخواد، بزرگی کار، این عدداش فرق میکنه. خب شما باید برید برای این اقدام بکنید، این دیگه یه کاریه که باید حتما پیش از اون انجام بدید. حالا اگه شما خواستید این رینوویشنی که میخواید انجام بدید نیازمند اینه که مثلا پارکینگ اون محل رو، پارکینگ جلوی اون فضا رو برای مثلا 2 هفته ببندید، فنس بذارید، نمیدونم امکانات بذارید. حالا شما باید برید پرمیت بگیرید، یعنی باید برید به استان. اون لایسنسی که گفتم باید افرادی که میان داشته باشن اونا استانیه که حالا میشه اونو اکستند کرد به کل کانادا، ولی در بدوام استانیه. یه کسی که لوله کشه، یه کسی که برقکار، نجار، هرچی هست، اینا لایسنسشون استانیه. ولی این پرمیتی که من میرم، این اجازه‌ای که میخوام بگیرم که آقا من 2 هفته میخوام این ناحیه رو ببندم، این جلوی خونه رو، این فضا رو فنس بکشم که مثلا تردد نباشه، حالا یا به خاطر ایمنیه یا به خاطر اون مدلی که من دارم مثلا خاک رو بینا میارم، هرچی هست، اینو من باید برم براش پرمیت شهری بگیرم، باید برم در جای خودش از شهر پرمیت بگیرم. این تفاوت‌ها رو امیدوارم این مقدار چیز شده. تو همون بحث داروخانه که حالا مثال زدیم، اون از اون جایی که خیلی جالبه. باز یکی از تفاوت‌ها من فکر کنم تو اسلاید بعدی بهش اشاره کردم، یکی از اسلایدها، ولی خب الان میگم بعد که رسیدیم دیگه لازم نیست تکرار کنم. شما لایسنسی که میگیم یه وقتی به فرد برمیگرده، یه وقتی به اون در واقع خود بیزنس برمیگرده. مثلا این لوله کش و برقکارینه که گفتم لایسنس های فردیه، یه فرد میره لایسنس میگیره. ولی شما میخواید یه داروخانه بزنید، خب حالا میخواید یه داروخانه باز کنید، تو این داروخانه مثلا میگه که حتما باید 1 نفری داشته باشید، حداقل 1 نفر باشه که این از در واقع کالج مربوطه رگولاتوری مربوطه در مورد بحث دارو مثلا این لایسنس داشته باشه. خب این میشه لایسنس فردی برای اون فرد، یعنی اون فردی که من میخوام بیارم توی این داروخانه یه لایسنس فردی لازم داره. از در عین حال چون این جزء رگولیشن های راه اندازی کل اون داروخانه است، یعنی میگه اون داروخانه باید حتما یه فردی با این مشخصات رو داشته باشه، این میشه در واقع مجوزی برای اون داروخانه. یعنی بعد از اینکه ما اون فرد رو داشتیم، حالا باید بریم یه جای دیگه تقاضا بدیم برای لایسنس برای اون داروخانه. حالا تو این داروخانه وقتی شما یه دارویی رو دارید همونجا لیبل براش تولید میکنید، باید قوانین، یعنی مثلا خب خیلی وقتا داروها اینجا اینجوریست که دکتر یه نسخه میده بعد اصلا همونجا ساخته میشه یا تعدادش براش بسته‌بندی از قبل نیست، بسته‌بندی همونجا آماده میشه. حالا وقتی داریم بسته‌بندی آماده میشه، باید قوانین مربوط به لیبلینگ
رگولیشن های مربوط به لیبلینگ مخصوصا تو بحث دارو خب مثلا باید توش چی بشه، رعایت بشه. و همین شکل شما میبینید که ترکیبی از همه اینا. حالا من اینا رو که دارم میگم نه اینکه فکر کنید خیلی پیچیده است، ممکنه مدل بیزنس شما یه جوری باشه که این خیلی خیلی ساده باشه، اصلا هیچ کدوم این چیزا رو نخواد، یه موارد خیلی خیلی ساده‌ای باشه، ولی مهم اینه که ما قبلش همه این اطلاعات رو در واقع بریم همونطور که خدمتتون عرض کردم کسب کنیم، بدونیم چه رگولیشنایی به کار ما مربوطه. این رگولیشن در سطح فدراله، در سطح استانیه، در سطح دولت محلیه. دولت محلی هم که میگیم هم بحث سیتی داریم هم بحث رژن داریم، یعنی یه وقتایی یه پرمیتا یه چیزایی مربوط میشه به رژن ما، به کل اون ناحیه‌ای که این شهر ما هست، یه وقتایی مربوط میشه به خود شهر ما. معمولا وقتی شما سراغ شهر برین، اگه اون شهر از یه سطح متوسط بالاتری باشه که این چیزاش دیگه ستل شده باشه و وبسایتی داشته باشه و از طریق وبسایت بتونید اپلای بکنید اینا، اون بحث این که مربوط به مستقیما به شهر یا رژین اینا معمولا اینا با هم ادغام شده، یه جا باز وجود داره که مجبور نباشه شما برید 100 تا 10 جای مختلف بخواید اقدام بکنید. این بحث رو الان میخوام براتون توضیح بدم. چند تا منبع در واقع براتون در نظر گرفتم که اینا میتونه کمک کنه بسته به مدل کاری که شما میخواین انجام بدین. خب ببینید، چون یکی از دوستانم در مورد پرمیت و اینا سوال کرد، این یکی از ابزارهای بسیار بسیار مفیدیه که در واقع اومده کامباین کرده همه مواردی که شما میخواید که در واقع برای اینکه بدونید چه لایسنس ها و چه چیزایی بهتون مربوطه در واقع اطلاعات در موردش کسب کنید. فرض کنید من میخوام بدونم مثلا در شهر تورنتو، مثلا اگر من بخوام مثلا فرض کنید یه رستوران مثلا راه اندازی بکنم، همینطوری که میبینید تعداد متنوعی از موارد اینجا اومده و فیلتر هم شده. و یه نکته رو هم باید توجه بکنید که معنیش این نیست که مثلا شما باید برید حتما مثلا 10 تا لایسنس و پرمیت، اگه این جلوی این هست 10 تا لایسنس و پرمیت باید برید بگیرید، یا نمیدونم اگر اونجا نوشته شده 3 تا 4 تا، نه، اینا در واقع راهنماست. یعنی شما تو هر کدوم از اونا میرید اطلاعات رو نگاه میکنید، بعد بررسی میکنید که آیا سناریوی شما بهش میخوره یا نمیخوره. اولین چیز که میرید که اصلا استارته، میخوایم بیزنسمون رو استارت کنیم، حالا تو این حوزه میخوایم استارت کنیم چیکار کنیم. ولی یه وقتایی هست که حالا میخواد آدم بیزنسش رو اکستند کنه، میخواد رینوویشن انجام بده، میخواد کارهای دیگه توش انجام بده. اونجا شما میرید مثلا اون موارد رو نگاه میکنید که ببینید چه لایسنسایی مربوطه. حالا اگه برگردین همینجا نگاه بکنید، فرض کنید تو همین کاتگوری اول که 5 مورد رو نوشته برای استارت بیزنس، که تقریبا شما هر بیزنسی رو بخواید استارت کنید کم و بیش مثلا ممکنه این موارد رو دوباره باز ببینید. بهتون توضیح میده که مثلا شما باید یه بیزنس نامبر بگیرین و این بیزنس نامبر تو حوزهش مثلا فدراله. بعد باید مثلا یه بیزنس لایسنس بگیرید که عنوانش اینه، ایتینگ استابلیشمنت، ولی این حوزهش چیه؟ حوزه در واقع شهریه. خب اینا رو همه رو اومده در واقع براتون چیکار کرده؟ اینجا روشن کرده. حالا شما تو هر کدوم از اینا که میرید میتونید انواع مختلف ببینید. اگر شما شهر رو عوض کنید، مثلا به جای تورنتو بزنید لندن، میبینید یه دفعه مثلا لندن اونتاریو منظورمه، لندن که شما بزنید میبینید یه دفعه تعدادی از این لایسنس ها میره، یه تعدادی میاد. کدوما میره؟ اونایی میره که تو حوزه در واقع شهریه، اونا میره. اصلا ممکن خیلیاش بره اصلا معادل نداشته باشه. حالا تورنتو یه شهر بزرگیه، مسائل زیاد بوده، هی تو این سالا مثلا لایسنس ها و پرمیت های مختلفی در واقع هی اضافه شده. ولی مثلا شما برین تو لندن، تو کینگستون مثلا، اینا میبینید دیگه این حجم ممکنه نداشته باشه، یا بالعکس ممکنه مثلا یه چیزای دیگه بیاد، یه 2-3 تا موضوع مثلا مهم اونجا اتفاق افتاده تو شهر، براش پرمیت تعریف کردن، لایسنس تعریف کردن، اونا انجام بدید. ولی خب در سطح استانی اگه شما میخواید یه کار خاصی رو انجام بدید، مثلا رستوران بزنید، همین فول کیچن رستوران میخواد بزنید، نه فست فود، اگر دقت کردید 2 تا کاتگوری مختلف بود، من فول کیچنش رو انتخاب کردم. وقتی شما میخواید اونو بزنید، خب همه جای اونتاریو که برید تقریبا یه چیز بعیده، مثلا حالا من اینکه خیلی مورد خاص باشه، مثلا برای یه ناحیه از اونتاریو در سطح استان در حد پروینشال اومده باشن یه لایسنس دیگه تعریف کرده باشن، معمولا همون محدود است. ولی اگه از استان شما خارج شید، برید کبک، به جای اونتاریو برید کبک، برید البرتا، برید
در واقع بریتیش کلمبیا. اون وقت میبینید که اون سطح پروینشال هم کاملا عوض میشه. سطح فدرال خب میمونه ولی سطح پروینشال عوض میشه. حالا اگه به جای فول کیچن رستوران برید یه چیز دیگه بزنید، اون وقت میبینید خب قوانین فدرال هم ممکنه فرق بکنه، مخصوصا اون جایی که از نظر فدرالی خیلی حساسیت بیشتره. خب این خودش یه ابزاریه که من فکر میکنم اگه شما با همین سوالاتتون رو شروع بکنید تا سطح خیلی زیادی در واقع جواب بسیاری از پرسشاتون رو میتونید بگیرید. من چند تا مورد دیگه هم اینجا الان آوردم. یکی از جاهای خیلی خوبی که من حتما همیشه توصیه میکنم که افراد برن از اینجا شروع بکنن، این وبسایت خود دولت فدراله برای بحث استارت بیزنسه. ولو اینکه شما نخواهید برید همه اون دیتیلا رو بخونید، یه تصویر خیلی خوبی میده که خب ما کدوم موضوعات مهمه، چه بحثایی رو باید پیش ببریم، چه بحثایی رو باید شکل بدیم و اینا. هر چقدر شما بتونید خودتون اینجا بهتر ادوکییت بکنید، اون وقت سوالاتتون عمیق‌تر میشه. اون مواردی که نیاز پیدا میکنید به کمک، به هلپ نیاز پیدا میکنه، اونها چی میشه؟ روشن‌تر میشه برای خودتون. الان ممکنه شما خیلی ایده‌های گنگی دارید ولی اینکه برید پیش برید اینا هی روشن‌تر میشه. این 5 مورد رو من حالا اسلایدری که میفرستم اینا همه هایپرلینکه، رو هر کدومش که شما کلیک بکنید میرید. اون مورد سوم اگر بخواید بررسی کنید که آیا اسمی که میخواید برای بیزنستون انتخاب کنید، همون ابزاری که در واقع خود دولت فدرال یا دولت استانی استفاده میکنن. شما وقتی میخواید یک در واقع بیزنسی رو به صورت فدرالی ثبت بکنید، این اولین کارا اینه که از این ابزار استفاده باشیم و ببینیم که آیا این اسم قبلا استفاده شده یا نه. اگه قبلا استفاده شده شما نمیتونید. خب یادتون باشه اون گفتیم بعد از سلف اسسمنت مرحله بعد چیه؟ برین استورمینگ. حالا ما یه عالمه برین استورم کردیم روی یه دونه ایده، حتی زودم رفتیم گودادی مثلا یه دومین هم براش خریدیم، بعد حالا میایم اسمو چک میکنیم نه مثلا یکی اوردی تو کانادا این اسمو ثبت کرده برای شرکت. خب ما دیگه نمیتونیم در واقع از اون اسم استفاده بکنیم. برای همین خیلی مهمه که اینا رو میگم وقتی داریم چیز میکنیم حتما اون مراحل رو درست پیش بریم که بدونیم داریم کارمون رو دقیق انجام میدیم. یه اسمی تو ذهنمون نباشه ببینیم این اسم پروتکتد، دولت قبلا استفاده کرده. دو مورد بعدی هم وبسایت‌های خیلی خوبیه برای اطلاعات. البته نه اینکه بگم حالا حتما برای راه اندازی بیزنس اینا اطلاعات زیادی دارن، ولی کلا برای این ایمیگرنت ها هر دوتا هم settlement.org خیلی وبسایت عالیه برای اینکه شما اطلاعات پیدا بکنید درباره موضوعات مختلف. هم در اون بحث کلو، اونم خیلی وبسایتی که در واقع خود دولت اونتاریو راه اندازی کرده برای اینکه ادوکییت کنه مردم رو در زمینه‌های حقوقی با زبان خیلی قابل فهم. شما همینجوری برید رو وبسایت‌های شرکت‌های حقوقی و اینا، من که خودم سالها کارم اینه و خیلی از این مطالب رو خوندم، گاهی موقع یه تکست میخونم مثلا نصفشو نمیفهمم از بس که کلمات فنی استفاده می‌کنیم. این بحثم البته یه بخشش هم در واقع ترفندیه که وقتی اونجوری صحبت می‌کنیم معنیش اینه که داریم به طرف منتقل می‌کنیم که حواست باشه این خیلی کار تخصصیه، کار هر کسی نیست. ولی خوبی این وبسایت کلو اینه که در واقع اطلاعات رو خیلی با زبان عامه فهمی اومده بیان کرده و شما میتونید در واقع از چیز بکنید. اینا همه بعد از اینکه هفته آینده من این اسلایدها رو خدمتتون ارسال، یعنی کلا برای همه ارسال کنم، دسترسیش برای همه است، رو کانال تلگراممون که میذاریم شما میتونید هر کدوم از اینا رو کلیک کنید و صفحه مربوطه رو ببینید. بحثم که خدمتتون عرض کردم رکورد میشه و شما میتونید رکورد بحث رو بعداً در یه مدت زمان خیلی کوتاهی در واقع در دسترستون هست که بخواید استفاده بکنید. خب ما بریم دیگه یه ذره سریعتر. من این اسلاید قبلی رو چون اینو قولش رو حالا دادم خیلی سریع اینا رو تکرار میکنم، یعنی بیان میکنم. از بین اون مجموعه چیزایی که گفتیم به بحث کاتگوری مربوطه توی بحث رگولیشن ها مهمه، یادتون باشه دسته‌بندی هایی که گفتیم. بحث نیروی انسانی خیلی بحث مهمیه. دوستان خواهشاً هیچ بیزنسی رو استارت نکنید ولو در مورد خودتون. وقتی قرار خودتون تنها فرد باشید هم حتما یک نوبت این قوانین رو، اون صورت خلاصه شده زبان فهم همه چیزش رو در اون استان مطالعه بکنید و باهاش آشنا بشید. شما حتی در مورد خودتون، شما یه کورپوریشن رو انداختید، خودتون رو میخواید پیرول کنید، این قوانین داره، مقررات داره، باید حتما اون بر اساس اون قوانین مقررات باید سهمایی که به عنوان کارفرما شرکت شما باید شما رو چه بیمه‌ای چه درصدایی رو باید برای استان ارسال بکنید، همه اینا رو باید بدونید. پس حتما اون بحث ایمپلوی استاندارد اکت رو
خوب مطالعه بکنید. اگر قرار باشه کسی دیگه ای رو هم استخدام کنید که هیچیه، 100 تا بدتره. یعنی شما باید بدونید مینیمم پیمنتی که تو استان هست چقدره، چند ساعت نیرو میتونه برای شما در روز کار کنه، چند ساعت در هفته میتونه کار کنه. اگه بالاتر از اون باشه حتما شما باید با اون نیروتون اگریمنت امضا کنید. اگر بیشتر از اون بخواید بعد اون اگریمنت رو نداشته باشید اون بره علیتون شکایت بکنه، دوچار مشکل میشید. هالیدیا، وکیشنا، لیوا، انواع لیوایی که یه نیروی من استخدام کردم داره برام کار میکنه، خب میاد میگه من فلان مسئله رو دارم، آیا این تو اون کاتگوری لیوایی که میتونه قانونا داشته باشه هست یا نیست؟ اینا رو همه رو شما باید چیکار کنید؟ حتما باهاش خوب آشنا بشید و اگه اینا رو رعایت نکنین، خب خیلی از افراد حقوقشون رو نمیدونن، شما رعایت هم ممکنه نکنین، هیچ مسئله هم براتون پیش نیاد، ولی اگر مسئله پیش بیاد خب مسئله خیلی چیزیه. اینا همه مواردی که تون در واقع Employee Standard Act توش کاور میشه. بحث SIB هم که خدمتتون عرض کردم، اگر نیروی بخواید فضای فیزیکی داشته باشید، نیرو بخواید استخدام کنید، اینا خیلی مربوط میشه. کلا بحث‌های هلث اند سیفتی تو کانادا خیلی خیلی بحث‌های مهمیه. بحث اکسسیبیلیتی رو که خدمتتون عرض کردم، اگر در هر استانی هستید حتما برید با قوانین اونجا آشنا بشید. بسته به مدل بیزنس و حجم بیزنستون، اون سطحی که باید اعمال بکنید فرق میکنه. اگه بیزنس خیلی بزرگی باشه، تعداد نیروهاش بیشتر باشه، اون سطحی از اکسسیبیلیتی که شما باید اعمال بکنید خب پرهزینه تره، سخت تره. البته در کنارش کمک ها و حمایت هایی هم هست که میتونید ازش استفاده بکنید. ولی بیزنس کوچیک معمولی چیزی معمولا یه سری نکات خیلی ابتدایی رو در واقع رعایت بکنید، خیالتون راحته که اون قواعد مربوط به اکسسیبیلیتی رو رعایت کردین. در مورد قوانین دیگه‌ای هم که وجود دارن، حالا یه نمونهش هیومن رایتس دیگه تکرار نمی‌کنم، ولی موارد زیاد، مثلا وایلنس این ورکپلیس، اگر مثلا 2 تا از نیروهای شما درگیر شدن، یا اگر نیروی شما با یک کاستمر درگیر شد، یا اگه 2 تا کاستمر اومدن تو محیط شما با هم درگیر شدن، شما دارین ساندویچ میفروشین، یه زن و شوهری اومدن تو رستوران و اینا با هم دعواشون شد و مرده یه چک زد تو گوش زنه، یا زنه یه لگد زد به مرده، یعنی وارد مرحله وایلنس شدیم. خب مسئولیت شما به عنوان صاحب اون رستوران چیه؟ میتونین بگین من زن و شوهرن دیگه، به من ربط نداره، به خودشون مربوطه، میخوام با هم دعوا بکنن، میخوام دیگه رو بزنن. آیا اینجوریه یا اینجوری نیست؟ آیا جواب این سوالو میدونین یا نمیدونین؟ اگه نمیدونین خب پس باید برین حتما جواب این سوالو بدونین که آیا باید این کارا رو شما نسبت به این قضیه مسئولیت دارید یا مسئولیت ندارید.